تصور کنید در کمتر از 2 هفته 2 میلیارد دلار از بودجه دفاعی یک کشور دود بشه بره هوا. میخوایم درباره سامانه تاد صحبت کنیم. سپری که قرار بود غیر قابل نفوذ باشه، اما به یه چاهویل مالی برای پنتاگون تبدیل شد. خب این تاد اصلاً چی هست؟ هر موشکش حدود 12.7 میلیون دلار قیمت داره. با سرعت 8 برابر سرعت صوت حرکت میکنه و کارش اینه که موشک‌های بالستیک رو تا برد 200 کیلومتر و ارتفاع 150 کیلومتری هم تو جو زمین و هم بیرون از جو نابود کنه. اما این غول آهنی توی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از یه سلاح روی کاغذ تبدیل شد به یه ماشین پولسوزی. به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکایی‌ها برای دفاع از اسرائیل بیشتر از 150 موشک رهگیر تاد شلیک کردند. یه حساب سرانگشتی نشون میده که این یعنی حدود 2 میلیارد دلار هزینه. این تعداد معادل 1/4 کل ذخایر موشکی تاد آمریکا بود که پر کردن مجدد این ذخایر ممکنه حدود 8 سال زمان ببره، چون به طور میانگین هر سال بیشتر از 20 عدد از موشک‌های این سامانه تولید نمیشه. اما داستان از این هم برای آمریکایی‌ها ترسناکتر شد و سرعت بالای شلیک این موشک‌های گرون قیمت پنتاگون رو به مرز وحشت رسوند. کار به جایی رسید که فرماندهان آمریکایی به فکر افتادن که بخشی از موشک‌هایی رو که به عربستان فروخته بودن ازشون قرض بگیرن تا بتونن به دفاع ادامه بدن. این یعنی سپری که قرار بود امنیت بیاره، خودش داشت به یه بحران امنیتی تبدیل میشد. و اینجاست که به اول داستان برمیگردیم. چاهویل مالی. جنگ ایران و اسرائیل یه معادله وحشتناک رو ثابت کرد. هزینه نابود کردن یک موشک چندین برابر هزینه ساخت خود اون موشکه. برنده این نبرد نه در آسمان که روی ماشین حساب مشخص شد و ایران با موفقیت تونست 2 میلیارد دلار از بودجه دفاعی آمریکا رو تو کمتر از 2 هفته دود کنه.